سلام. حدود 1 ماهی میشه که امتحانات دانشگاهم تموم شده و من توی این 1 ماه خورده‌ای که امتحانام تموم شده واقعا یه سری از عادتهای خوب و بد اومده سراغم و هر کدومشون یه پیامدی واسم داشتن. عادتهای خوبم کتاب بیشتر میخونم، کمتر توی اینستا میچرخم و اینکه بیشتر ساز میزنم، بیشتر کار دیگه انجام میدم. خب همون دلیلشو میدونی، به خاطر اینکه امتحانم تمام شده و فعلا ترم جدید شروع نشده. اگه بخوام از عادتهای بد بگم که واقعا خیلیامون دوست نداریم که این عادتها روی زندگیمون، روی شخصیتمون، چون که هرچی بیشتر ما با این عادتها زندگی کنیم جزئی از روتین زندگی ما میشه و واقعا ترک کردنش خیلی سخت میشه. عادتهای بد واقعا مثل همین ویدیویی که اول فیلم دیدین، به هیچ عنوان من این ساعت بیدار نمی شدم و همیشه ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شدم، ولی الان که توی دوران امتحان و درس خوندن نیستم واقعا تایم خوابم به هم ریخته و این خیلی روی تغذیه و پوستم اثر گذاشته. حالا اگه شما هم یه دانشجو اینا روتینتون به هم ریخته، بهم توی کامنت ها بگین.